سلسله رسم آیین‌ها، آداب و سنت و باور و اعتقادها را در بر گیرد. ماهیتی جشن صدح، پیروزی روشنایی بر تاریکی، گرما به سرما و نیکی بر بدی تشکیل داده گلخن فروزان کنید. صدح روز 10 ماه بهمنی سال شماری تجلیل کرده شود. این عمل شما برای پاس خاطری گذشتگان و احترام حاضرین و بهر آیندگان خواهد شد. ای شاه عادل، عمرت شیرین و زندگی خلق و کشورت شکرین باد. تو کیستی؟ من مرد دهقانم.